ساکنان سربلند تاجیکستان صاحب استقلال باعث افتخار و شرفمندی است که امروز وطن عزیز و محبوب ما زیر راهبری خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان روز تا روز تا اوج ترقیات خود رسیده ایستاده است. شایسته ذکر است که پیشرفت تمام کشورها از صلح و ثبات و فضای آرام و آسوده وابستگی دارد. این سعادت بزرگ ساکنان کشور ماست که امروز صلح و ثبات و آرامی و آسودگی کشور استوار است. سلام بینندگان عزیز تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز. امروز گروه ایجادی تلویزیونی ما در یکی از گوشه های زیبا و نظرآبای شهر عزیزمان دوشنبه عزیز قرار داریم تا صحیفه های خاطرات شما را ورقگردان نماییم، چون باوری داریم که موضعی که ما عین زمان در آنجا قرار داریم برای خرد و بزرگ این سرزمین خاطرات نیک به یادگاری گذاشته است. باغ فرهنگی فراغتی کل جوانان. مؤسسه دولتی باغ فرهنگی فراغتی کل جوانان 28 августи соли 2018 با اشتراک بواسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که بعد از نوسازی به یک مکان دلفریب سیر و تماشا تبدیل یافته است به استفاده داده شد. باید قید کرد که باغ کل جوانان سال 1940 بنیاد گردیده بود. آن را کل کمسمال نام بردند که یکی از موضع‌های معمول و مشهور و اولین مجموعه مهم ورزشی برای زورقرانی و شناوری به حساب می رفت. با گذشت سالها این موضع به از نوسازی پورا احتیاج داشت. کارهای از نوسازی در باغ کل جوانان در اساس دستور و هدایت‌های بواسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ماه نوامبر سال 2017 آغاز گردیده با نظرداشت طلبات زمان معاصر در حدود انشاءات مذکور نهال درختان سایه‌افکن، آرایشی و گل و بوته‌ها شنانیده شدند و دیوار و راهروها سفالک‌پوش و ساحل کل اطراف پورا از نوسازی کرده شد. حدود باغ فرهنگی فراغتی کل جوانان 3.5 گکتار را تشکیل داده در جریان کارهای از نوسازی راهروها سفالک‌پوش و هزارها متر مربع میسه‌زار گردانیده شده است. برای چراغان‌کنی باغ باشد ستون‌های بلندمتره نصب کرده شده‌اند. اینچنین برای سرسبز و خرمگردانی در حدود باغ درختان نادر سایه‌افکن و آرایشی و گل‌های موسمی شناخته شده است که محیط باغ را زیبا و نظرآبا گردانیده‌اند. یک فواره بزرگ با موسیقی تنظیم شونده و دو فواره خرد با روشنایی چراغ‌های رنگه محیط اطراف را جذاب می‌سازند. در باغ میدانچه‌ها برای بازی کودکان و نورسان بنیاد و برای مشق‌های شناوری و سیاحت در آب قایق‌های زمانوی دسترس کرده شده است که از این شرایط فراهم آورده شده طبع ساکنان و مهمانان به خصوص کودکان و نورسان بولیده می شود. فواره‌های زیبای و دلفریب، گل و بوته‌های رنگارنگ و نظرآبا و درختان نادر همیشه سبز و سایه‌افکن به آرایش این باغ فرهنگی و فراغتی حسن ناتکرار بخشیدند. باغ فرهنگی فراغتی کل جوانان با زیبایی خاصش دقت جلب کننده بوده به مکان سیر و گشت و استراحت دائمی ساکنان و مهمانان پایتخت تبدیل یافته است. ما صحبت داریم دایر به این گوشه ناتکرار شهر عزیزمان دوشنبه با دکتر علم فلسفه پروفسور ارباب علم و تکنیک جمهوری تاجیکستان کرامت الله عالمزاده. خاطره ها از دیروز و امروز دوشنبه.
ما این لحظه در یکی از گوشه‌های زیبای شهر بنظیرمان شهر دوشنبه قرار داریم. می‌خواستیم نخست شما دایر به آبادکاری‌های بنظیر امروز شهر دوشنبه ابراز اندیشه می‌کردید. بله تشکر. واقعا وقتی که امروز ما می‌بینیم این باغی کل جوانان نام دارد و با تشبث سرور محترم دولت ما از نو تعمیر شده، آباد شده است و بسیار زیبا شده است. امروز استراحتگاه جوانان و نورسا و کودکان و اهالی شهر و مهمانان هستند. ببینید چقدر سیرآدم است، چون که یکی از گوشه های زیبای پایتخت عزیز ما می باشد. برای من از اینجا هر وقتی که گذر میکنم یاد دوره های جوانی و دانشجویی میافتد. سال 1959 من آمده بودم اینجا. کل کمسمال نام داشت، اینقدر گل و گلزار نبود، بسیار ساده بود و اینجا کودکان و جوانان آبازی میکردند. چند زورق داشت اونجا، گاه آمده بود در همین جا سایه ها که بود درس تیار میکردیم و زورق سواری میکردیم. همین میگشتیم باز می آمدیم. همین خیلی یک جای ساده لیکن یکی از گوشه هایی در همان وقت زیبای شهر بود. اون وقت اینقدر جای زیادی استراحت و تماشاباب در دوشنبه کم بود. اینجا برای کلی کمسمال میگفتن امروز کلی جوانان که بسیار خوشمنظره و زیبا و این گل ها و این درخت ها و این چراغ های میبینید دل آدم گشاده میشود. افتخار میکنیم که ما ساکن همین پایتخت عزیز ما هستیم و دوره جوانی تا امروز تا دوره کلانسالی در همینجا استقامت داریم و از دیگرگونی ها و تغییراتش و زیبایی هایش و پیشرفت هایش افتخار داریم. در همون وقت های دانشجویی ما گفتم سال 1959 آمده بودم، یعنی 63 سال می شود که من در همینجا سکونت دارم. اینجا بود. بعد باقی امروزی به نام استاد رودکی که خیلی زیبا است. اون وقت بسیار ساده و کم بود. یک دو چایخانه داشت، یک آشخانه داشت، یک آمفی‌تئاتر میده داشت و اونجا یک دیواری داشت در همون باغ. در پس زیر همون دیوار قبر استاد عینی قرار داشت و پس دیوار بیمارخانه چی داشت اونجا، بیمارخانه کسلی های سرایتی، کسلی های پوست و اینا. و باقی راه آهنچی ها میگفتن اون طرف وокزل امروزه ما یک باغ بود. اون باغ هم فقط سبزه داشت، یک چند درخت داشت و گل و این خیلی چیزا نبود اونجا. امروز وقتی که اینجا میبینیم ما در پهلوی بینای خیلی زیبای کاخ نوروز دادیم که با تشبث پیشوای ملت ما محترم امام روان با لایحه خود همان کس چقدر این یک کاخ زیبای ساخته شده است. ناتکرار است، در جهان ناتکرار است. تالارهای وی میبینید چقدر نظرربا هستند، از مواد تمام سنگ‌های خود تاجیکستان عزیز ما ساخته شدند و چند تالارش که در اینجا نمودار است و در داخل میگردیم. این چقدر زیبا است و صنعت معماری ملی ما و هم امروزی دستاورد استقلال ما را انعکاس کرده است. این باغ هم چون که میبینید این درخت های زیبا و این گل های زیبا همه محصولی صلح و وحدت ملی و روزهای نیکی صاحب استقلالی ما هستند. و البته ببینید پیشوای ملت ما همیشه میگن که باید شکرانه بگیم. واقعا جای شکرگزاری است که ببینید همه مردم چه داخلی چه خارجی اینجا آمده تماشای استراحت میکنند. پیشتر ما دوشنبه رو همیشه دوست می‌داریم. پایتخت جمهوری عزیز ما از سال 1929 است، لیکن این در دوره صاحب استقلالی و مشکلی های زیاد را خلق ما اثر گذارم
از جمله پایتخت ما هم شهر دوشنبه در همون ابتدای سالهای 90 مشکلی های دشواری های زیادی را از سر گذراند و در حقیقت سالهای 90 آدم آرزوی استراحت هم نداشت. مردم فقط آرزو داشت که همین فرزندم به کوچه یا به کار صحت سلامت رفته بیاید و همین 2 خلیب را همین نان را به ملال به نوبت از یگان جا و خانه گرفته بیاید. آرزوی دیگر تقریبا نبود، لیکن آرزو بود که صلح و امانی شود و بعضی ها باور نداشتند که صلح می شود، چون که وضعیت همین خیلی بود که دور را دیدن دشوار بود. ولی خوشبختانه وقتی سرور دولت محترم امان رحمان در اجلاسی 16 شورای عالی در شهر خوجند، چون که در دوشنبه امکان گذراندن اجلاسی شورای عالی نبود در دیگر جا، بنابراین وقتی رئیس شورای عالی همزمان سرور دولت انتخاب کردن، از همون وقت از کوشش های خیلی هم جسورانه سرور دولت ما امید و آرزوی خلق جامعه عمل پوشیدن گرفت و ما هم چون فرزند همین وطن ساکن پایتخت عزیز ما که با این شهر دلبستگی زیادی داریم و در همین جا بسیاری ها زیایی های کشور ما بخت خود را یافتند، به کمال رسیدند، صاحب مقام و منزلت شدند جارشان و در این شهری که استقامتگاه استاد عینی و استاد توسن‌زاده و ساعت ملوغزاده و عبدالسلام دیهاتی و محمد جان رحیمی و سهیلی و بزرگان دیگری ملت ما از جمله عالمان ما بابا جان غفور و محمد عاصمی و اسحاقی و سلطان عمر و ارز قلوفا و رجب وفا و اکادمیکا شریف جان حسین زاده و مرزا زاده و دیگرها بودند. ما استادانی که برای آبادی همین شهر هم از دوره های اولش خدمت کرده بودند، امروز به نیکی یاد میکنیم که آنها سنگ های اولین همین شهر را گذاشتند. ببینید از اینجا کانال کلان حصار میگذرد. جوانان همون وقته، شاعران و عالمان همون وقته به واسطه با کلند و بیل همینجا در حشرها اشتراک میکردند و شعر هم میگفتند. استاد توسن‌زاده خب شما جوانان میدانیدند، البته مثلا در اشعار خود دوشنبه و تاجیکستان را بسیار وصف کردند. دوشنبه اون وقت چند تا چنار داشتگی وقتی که پایتخت شد، طاقت چنارهای سبز خدمتی عادلانه میکردند، جانبی ما نسیم فارم را گاهی روانه میکردند. بلشویکان کتاب خامه به دست مملکت را اداره میکردند و همه کارهای کمبغلان با محبت نظاره میکردند. خب در دایره ایدئولوژی همون کارهایی که همون وقت جوانای همون وقتی کانسمان نام داشتند خیلی خدمت میکردند. امروز جوانان ما خوشبخت هستند، واقعا در آبادی و کارهای سازندگی کشور خیلی فعال هستند. در تمام گوشه و کنار و شهر و ناحیه های دیه های دوردستترین تاجیکستان امروز وقتی سفر میکنیم کس خرسند می شود که چقدر وطن ما آرام است، امنیتی پابرجا دارد. این هم تو به وجود نآمده است. این نتیجه راهبری خوبی دولت ما با سروری پیشوای ملت و محترم محمد رحمان و آنهایی که وطن پرست هستند و در اطراف سرور دولت صادقانه جمع آماده خدمت کردند و خدمت کرده ایستادند و خلق سیاستی همین آبادکارانه سرور دولت را کاملا پشتیبانی کرده. همه جا با همین آبادی و بناهای زیبا ساخته و راههای هموار منفرش و تونل ها و نخبایی که ساخته شدند امروز همه نشانه صلح و وحدت ملی است. ببینید که در یک مدت کوتاه سیاست درست
خلق را سرجم کردن، باوری خلق به آینده بزرگی دولت بودن چگونه آباد کرد کشور ما را. هر نهالی که میبینید اینجا، هر گلی که میبینید همین طور پیدا نشده است. در پس این چقدر مهنت ها هست، رنج های دیگران است. من یک اون چیزی که من شاهد هستم، خیلی در بسیار معرکه های نهال شنانی هم من اشتراک کرده بودم. در سفرهایی که در خارج وقت سرور دولت ما می رفتن، در بعضیش ما هم شاهد بودم. از این طرف می رفتیم، هواپیما خالی بود. از اون طرف وقتی که می آمدیم می بینیم که داخلی هواپیما پوری گل و درخت، یعنی سرور دولت ما هر جا که می رفتن نهال می آوردن، درخت گل می آوردن. تاجیکستان آباد شد. این باغ‌ها، این درخت‌ها و این نهال‌ها در صورتی است که در باغ‌های باغ پرچم و دیگر جاها خاصی ملت و غیره راه‌ها می‌بینیم. اینها نتیجه همین سفرهای پیشوای ملت ما میباشد که چقدر بعد از همین سفرها و آبادکاری‌ها درخت‌های نادر در دوشنبه زیاد شده است. این گل و گلبته‌ها می‌بینید همه نشانه آبادی و مهنت و صلح و صفا است. مخصوصا ما باید افتخار کنیم که صاحب دولت هستیم، صاحب وطن هستیم، صاحب دولتی، صاحب استقلال که هستیم، صاحب پایتخت هستیم. مخصوصا برای من هر گاه که به این کوچه ها و باغ ها قدم میزنم، بعضا مثل نوار همون دوره های پیشتری که اینجا چخیل بود و امروز چخیل شده است جلوگر می شود. چقدر زیبایی را می بینم که دل آدم از فرح بسیار خرسند می شود. یعنی من اینجا گفتم در گذشته کلی کانسابال بود، جوان ها می آمدن آبازی می کردن، لیکن یک جای خالی بود تقریبا. البته چند تا قایقا بودن، می نشستیم، خیلی زورقرانی می کردیم، علمین کوله دور می زدیم. اونجا مابینش جزیره بود، من این جایی که هست اون طرف ما اومد. اینجا یک راه هست حاضر، راه می رود اینجا، پول شدگی تا اونجا، لیکن این نبود. و همون جزیره با زورق می رفتیم. فقط همین یک چیزی بسیار به نظر ما چیزی همون وقت زیبایی یا غیر عادی می نمود. ولی که امروز بینیم اگر چقدر اون ساده بوده است، چقدر یک منظره که با امروز مقایسه میکنیم مقایسه نشونده است. لیکن امروز وقتی شما جوان ها هست که در چنین دولت و در چنین وطن، وطنی زیبا، وطنی سرسبز، وطنی که هر کوچهش، هر یک باغش پر از گل و درخت های زیبا است، زندگی میکنید. و ما همین دوره جوانی ما تا امروز که من به سن کلانسالی هم رسیدیم، شکر میگوییم که به همین روز ما رسیده ایم. این روز ببینید همین کودکای جوانای میبینید چقدر لباس های زیبا دارن، چقدر سیمای خوش و زیبا دارن. این همه نشانه صلح و آبادی، آسودگی وطن است. چون که اگر آدم خواطر باشد، آرام نباشد، خانه آرام نباشد، سیمای آدم هم زیبا نمی شود. اما افتخار میکنیم من همین وقتی که میبینیم جوان ها چقدر زیبا هستند. این دخترهای میبینید اطلس و ادرس و شکل و پوشیدگی، مثل اینکه کوچه های وقتی میبینید من استراحت کردن جوان های میبینید مثل اینکه در تئاتر باشه، چون که در تئاتر لباس زیباترین میپوشیدن. امروز ما خرسند هستیم که همه با همین لباس تازه، سیمای زیبا و یک حسن و ملاحت در این کوچه ها و باغ ها سیر و گشت میکنند. ما بنابراین
از همین روزهای نیکی که امروز داریم و نتیجه صلح و وحدت است و نتیجه سیاست خردمندانه سرور دولت ما و همصفان سرور دولت ما می باشد، افتخار میکنیم. باید همیشه خرسند باشیم. آبادکاری‌ها و پیشروی‌ها و دستاوردهای کشور عزیزمون چه خوب صحبت کردید. می‌خواستیم بدونیم که شهر دوشنبه پایتخت کشور عزیزمون در ایجادیات اهل علم و ادب چگونه موقع دارد؟ دوشنبه واقعا همچون پایتخت خیلی مقام بزرگ دارد در ایجادیات اهل ادب علم. مثلا تاریخ دوشنبه را گرفت، تاریخ دوشنبه کتاب نوشته شده است. عالمان بزرگ در اینجا زندگی کردند، ایجاد کردند. من یک قسمشان و نامشان گرفتم. زنده بزرگان ما استادین آخری حیاتشان را در همین شهر گذراندند. سمرقند به اینجا آمدند، پرزیدنت اکادمی علم ها انتخاب شده بودند و اثرهای خودشان را قسم زیادش را در سمرقند نوشته باشند هم، لیکن در دوشنبه همین اثرهایشان نشر میشود. استاد ترسونزاده هر جا روند سفرهای زیادی داشتند، فقط دوشنبه را یاد میکردند و در مثلا وطن در هر کجا آمد به سر پارم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو، اگرچه در میان طوفان و موجی بحرها بودند ولی آمد به گوشی من صدای رودهای تو، اگرچه بارها افتادم از یار و دیارم دور و سیاحی مرا کردند گرچه دوستان مشهور، ولیکن در همه جا در همه کنج و کناری در همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور. و استاد لایق و دیگرها هم شعرهای زیادی نوشتند در وصف دوشنبه و کسی که از ناحیه‌های و از شهرهای ناحیه‌های دیگر می بیاید به دوشنبه تحصیل می کند، بسیارها وقت خود را در همین جا یافتند. بنابراین دوشنبه شهری است که واقعا هم زیبایی آن را تا امروز هر کسی که در اینجا ساکن است، هر شاعری که در اینجا زندگی می کند، هر عالمی که در اینجا زندگی می کند، اثری خود را پیوسته به دوشنبه وابسته می داند. اثرهای تاریخی هم اگر که گیرید، باز هم در مورخان ما در دوشنبه ایجاد کردند، یا که حفریاتی که در همین دوشنبه وادی حصار شده است، تاریخ خیلی قدیمی این دیار را نشان میدهد. مثلا در اثرهای غفورف هم در همین تاجیکان غفورف تاریخ مدنیت حصار و وادی حصار که تا اون طرف تا ختلان زمین رفته میرسد،
زیاده از 5,500 سال حفریات ها مواد دادند که تاریخ خیلی قدیمه دارد. از این جهت دوشنبه نه تنها یک گوشه فراموش شده بوده است، بلکه صاحب تاریخ قدیمه هم بوده است. از آثار تاریخی مثلا رشته استاد غفورов نعمتov و دیگر باستانشناسای ما می‌دانیم. بنابراین در وصف دوشنبه هر شاعر و هر یک دانشمند ما اثرهای زیادی هم نوشته. دوشنبه امروز قلب تاجیکستان است و 3 بار 3 جلد شد کتاب دوشنبه قلب تاجیکستان نشر شد که مقاله های عالمان ما و شعرهای شاعران ما در وصف دوشنبه در آنجا جای گرفته است. درباره زیبایی و آبادی و پیشرفت‌های دوشنبه در آنجا خیلی دلیل‌های آورده شدند و امروز جوان شهر است. سرور دوشنبه ما هم امروز رستم امامعلی شخصی جوان و جوان‌ها باز دید دیگر دارند به زیبایی شهر و راه‌های چراغان کردن و گلزار کردن شهر ما خیلی اهمیت می‌دهند و هر کسی که به دوشنبه می‌بیاد اگر 1 سال 2 سال نآمده باشه دیگر تماما دیگر شدن دوشنبه را انگار که من بعضی جاها رو گم کردم میگم. خودی ما هم اگر مثلا چند مدت برای یگان گوشه دوشنبه نرفته باشیم و رویم اگر یک باری می‌بینیم که عمارت‌های بلند قامت افراختن راه‌ها دیگر شده است و بعضا در حیرت می‌مانیم. از این جهت پایتخت ما واقعا پایتخت زیباترین در نظر ما در منطقه و جهان هم گویی میشد. برای ما همین خیلی جای در حقیقت مقدس است. شهر جوان و قلب تاجیکستان در ایجادیات خود شما چه موقعی دارد؟ خب من درباره دوشنبه در مقاله های خودم هم چندین مقاله نشر کردم. در بعضی مجموعه اشعار ها که چاپ شده است در اونجا در وصف دوشنبه چند شعری نیز جای گرفته است. من می پرستم سجده سجده چو همتن می پرستم سجده سجده چو میهن می پرستم سجده سجده الا شهری جوانی شهری جانی الا شهری جوانی تو هم سینی منی داخونده بنیاد تو هم سانی منی داخونده آباد تو هم جنسی منی داخونده اولاد الا شهری جوانی شهری جانی الا شهری جوانی بیمان از وحدت آباد ببینم سرای وحدت آباد ببینم برادر بار همزاد ببینم الا شهری جوانی شهری جانی
کنارستانت از من روسته روسته، کنارستانت از من رسته رسته، کنارستانت از من جسته جسته. الا شهری جوانی شهری جانی، الا شهری جوانی. حکیمی پنج رودی تو بیناست، سمرقند و بخارایی تو اینجاست، که دیواری بخارایی تو برپاست. الا شهری جوانی شهری جانی، الا شهری جوانی. بیمان از وحدت آبادت ببینم، سرای وحدت آبادت ببینم، برادروار همزادت ببینم. الا شهری جوانی شهری جانی. اگر ویرانه تختی جمعت نیست، هزاران سال نقشی رستمت نیست، زیارتگاهی نیکویی کمت نیست. الا شهری جوانی شهری جانی، الا شهری جوانی. تو در پشتی سر و در جبهه عینی، و مثل سنگر در لوح عینی، با تاریخی تو چون سر لوح عینی. الا شهری جوانی شهری جانی، الا شهری جوانی. بیمان از وحدت آبادت ببینم، سرای وحدت آبادت ببینم، برادروار همزادت ببینم. الا شهری جوانی شهری جانی، برادروار همزادت ببینم. الا شهری جوانی شهری جانی. ما در این باغ زیبا قدم میزنیم و از این زیبایی که عینی حال ما دیده ایستادیم از میان فواره ها گذر داریم. تشبس های بین المللی راهبر دولت آیر و آب و خاطرم آمد. بله. در این موضوع چی گفتن میخواهید؟ واقعا سوال جالب دادید. ما از بین فواره ها گذشته ایستادیم. آب در حقیقت از اون تشبس ها را هم به خاطر میبره، چون که مثال فواره ها این محصول دوره صاحب استقلالی کشور ما است که راهبر دولت ما محض به طفیل استقلالیت دولتی و تشبس های بین المللی مشغول شدن. یکی از تشبس های خیلی هم بزرگی سرور دولت ما این در مسئله اعلان سال آب تازه بود. اولین بار سال 2003 و می‌دانید که این نه تنها برای تاجیکستان بلکه پرابلم های جهانی را در سیمای پیشوای ملت ما محترم امام رحمان دولت تاجیکان مطرح کردند در سطح بین المللی که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جهان اهمیت حیاتی دارد و بعدا باز تشبس های دیگری سرور دولت ما درباره 10 ساله آب برای
حیات و بار دیگر از سال 2018 تا سال 2028 این هم یک تشبس های بین المللی خاطرمان و از طرف سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خوب قبول شده پیشنهاد سرور دولت ما می باشد. زیرا بی آب زندگی نیست. بنابراین دیدید که در بسیار دولت ها از تنقیصی آب کودک‌ها هر سال وفات میکنند. مردم در زندگی آرام و آسوده ندارد. بنابراین سرور تاجیکستان و دولت تاجیکان نه تنها غمی خود بلکه غمی خلق‌های دیگر جامعه جهانی را می‌کند. این بسیار یک کاری انسان دوستانه، انسان پرورانه و همچنین تشبس است که توجه ملت‌های دیگر را، سازمان‌های بین‌المللی را به مسئله حیاتی جلب کردن. چونکه محض بعد از همین تشبس پیشوای ملت ما در کنفرانس‌های بین‌المللی در چندین دولت‌ها دایر شدند، دقت جامعه جهانی را به این مسئله جلب کردند. از جمله یونسکو هم من می‌دانم که چندین کنفرانس‌ها گذراند و برای حل مسئله با آب تامین کردن اهالی که از آب تنقیصی می‌کشند سازمان‌های جهانی کارهایی را انجام دادند. بنابراین این همه محصولی صاحب استقلالی و دوراندیشی سرور دولت ما می باشد. شما درباره فواره‌های شهر دوشنبه شعر هم بله، یک شعر درباره فواره‌های دوشنبه دارم. چون که می‌دانید این فواره آب آدم روحش تازه می‌کند. یک آدم خودش جوان حس می‌کند. فواره‌های دوشنبه در پهلوش اگر که باشد نه تنها این بازی آب است بلکه یک زیبایی است و مشکل کشا است. بینگر چگونه زیبا فواره دوشنبه، چون قله روح افزا فواره دوشنبه، با قطره های پاکش سازد بس نوازش، شوخ است طفل آسا فواره دوشنبه. در گردش عاشقان هم شاداب وصل هستند، پیوند ساز دلها فواره دوشنبه. هر لحظه دل را باید هر رنگ می نماید، چون رنگ آرزوها فواره دوشنبه. گه می رود به بالا مستانه گه به پایین، چون گیسوان زیبا فواره دوشنبه. نو عاشقان شما را گر مشکل است با یار، مشکل کشاست اینجا فواره دوشنبه. ورز آبرود از کوه با شوق و شور آید، تا سر کشد به بالا فواره دوشنبه. شما پیشتر درباره تشبس‌های بین‌المللی آب گفتید و این روز تاجیکستان را همچون کشور دریاهای طلایی می‌شناسند و اینچنین ما آگاه هستیم که شهر دوشنبه را در عرصه بین‌المللی شهر کوه نام می‌برند. اندیشه شما را در این باره؟ بله، جامعه جهانی هم از تشبس‌های سرور دولت ما واقعا الهام گرفتند و پیشنهادی که از شهر دوشنبه شد دوشنبه شهر صلح و یونسکو پیشنهاد شد. من در همون وقت رئیس کمیسیون ملی جمهوری ما آید به کارهای یونسکو بودم. با سپارش سرور دولت ما سفرها میکردم به شهرهایی که چهاربینی های یونسکو برگزار میشد. سال 2003 ما الان بسیار هم سالی بود
همین پیشنهاد جمهوری ما را درباره شهر صلح اعلان کردن دوشنبه سازمان ملل متحد آید به علم و معارف فرهنگ یونسکو یعنی قبول کرد و دوشنبه برای سالهای 2002-2003 شهر صلح اعلان شد و بینید که این آخرین قرار یونسکو آید به شهر صلح بود. از این بعد از این یگان شهر دیگر عنوان شهر صلح نگرفته است. فقط دوشنبه همین شهر صلح اعلان شد. از این جهت ما باز یک افتخار دیگر داریم که صلح ما مورد اعتراف جامعه جهانی قرار گرفته است و دوشنبه ما شهر صلح در شهر دوشنبه زندگی میکنیم. مخصوصا شهر جوانی که است که ما در باغ کل جوانا صحبت داریم و جوانان عزیز ما مراجعت کردنی هستند که به قدر اهمیت صلح و قدر زیبایی دوشنبه و قدر پایتخت ما رسند، چون جهان امروزه جهان مرکب است. ببینید چگونه واقعه های متیش در کشورهای دیگر رخ داده ایستادند. ما باید از جهت سیاسی زیرک باشیم. هر یک گل و بوته و هر یک درخت و هر یک کوچه بنا را ما باید احتیاط کنیم. این محصول زحمتی سرور دولت شهرداری دوشنبه درباره آبادی زیبایی پایتخت ما است. ما وقتی که مثلا به شهرهای دیگر اون سالهای قبل سفر میکردیم، عمارت‌های بلنداشانی اونجا را دیده می آمدیم. اینجا عمارت‌های ما عمارت‌های بلنداشانی خیلی کم بودن، چند تا بودن. نامه می‌گفتیم که خیلی به همون پایتخت‌های دیگرها مانند میشده باشد. این را ببینید وقتی از کوچه‌های دوشنبه عبور میکنیم، وقتی شب دوشنبه را نشان میدیم، شام دوشنبه را چقدر زیبا است. عمارت‌های بلند، یک شهری که در حقیقت پایتخت زیباترین است. اینا باید جوانها صاحبی کنند و قدرش رسند و زیباییش زیبایی زم کنند و گلش باز بیشتر گل شنانند. نهالهایش را احتیاط کنند، راههایش را احتیاط کنند. ما همه باید همین عاشقی شهر ما باشیم. این مسئولیتی در پایتخت زندگی کردن هم همین است که فرهنگی در پایتخت زندگی کردن باز دیگر است. مسئولیت دارد. دانش، فرهنگ و همین زیبایی شهر باید مطابق باشد. استاد عزیز، شما پیشتر قید کردید که نماینده تاجیکستان در کنفرانس هایی که از جانب یونسکو نقشه گرفته میشد در عرصه بین المللی شرکت کرده و من باوری کامل دارم که وقتی که شما در چنین چهاربینی های سطح بین المللی اشتراک میکردید، حتما از شما پرسان میشدند که شما از کدام کشور هستید، شما چی پاسخ میدادید و آنها چگونه قبول میکردند کشوری ما رو؟ در وقتش مسکو میرفتیم، فرض کنیم برای کارهای علمی یا سفرهای دیگر داشتیم. در وقت همین دوشنبه رو نمیدونستن، تاجیکستان رو بعضی ها نمیدونستن، هرچند که جمهوری اتفاقی بودیم، مشهور نبود. حتی میدونید یک وقت یک خاطره های اکادمیک محمد آسیمی است. گفته بودن که وقتی که از کاتماندو و دهلی و هواپیما می آمدیم، گفتن با یک کس هم پهلو شدیم. هم پهلو نشستیم در طیاره، صحبت ما و این یکدیگر سر شد و پرسید که از کجا هستی؟ گفتم که از دوشنبه. ندانست. از تاجیکستان گفتم، بازم ندانست. گفتم که این چی گویم که این فهمد داند. فکر کردم من گفتم میگم که همین از کشور میرزا توسنزاده خیلی آغوش کردن، چون که نام توسنزاده همچون منادی صلح در همون بین مردم شهر
اکثریت ها میشناختند. بنابراین با فرزندهای بزرگش ملت را دولت را هم میشناسند. امروز من همون در کنفرانسی های بین المللی که یا در پاریس یا در اسلام آباد یا در کشورهای دیگری که اشتراک کردیم، پیش از همه تاجیکستان را با واسطه سرور دولت و تشبس های آنها میشناختند. لیکن بعد از آن که تشبس های پیشوای ملت ما آید به مسئله های بین المللی، آید به امنیت منطقه و غیره، مسئله های آب و غیره پیشنهاد شد به جامعه جهانی، تاجیکستان را هرچی بیشتر شناختگی شدند. غیر از این وقتی که تاجیکستان آباد شد، توریست ها زیاد آمد و رفت کردند، تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال خیلی شهرت پیدا کرد. و من در یاد دارم که در یک سفرم در پاریس چند نفر در همین نزد بینای یونسکو ما خوردیم. اونا پرسیدن از کجا میشید؟ من گفتم از تاجیکستان. بعد تاجیکستان گفته فکر کرده موندم. من گفتم پرزیدنت ما امام علی رحمان. گفتن یعنی نام پرزیدنت محترم ما الکی در جهان شهرت پیدا کرده و تاجیکستان را با واسطه سرور میشناختند و تاجیکستان اکنون همچون کشوری صاحب استقلال در همه جا، در اکثر جاهای جهان جایگاه خود را پیدا کرد و در حقیقت یک کشوری زیبا، کشوری که مردمش فرهنگ بلند دارد، تاریخی قدیمه دارد، معرفی شد. ببینید که در خود دوشنبه یا در بعضی شهرهای دیگر با تشبس سرور دولت ما کنفرانسی های علمی آید به شاهنامه، ابن سینا، آید به امام اعظم و غیره از گوشه کنار کشورهای مختلف دنیا میهمان ها، عالم ها، این همه برای معرفی تاجیکستان، برای معرفی فرهنگ غنی تاجیکستان نقش مهم داشت. و واقعا می‌بینید من همین اعلان شدن سرعزم 5500 سالگی با سپارش سرور دولت ما من به برزیل رفته بودم. در همونجا اجلاسیه کمیته یادگاری های تاریخی یونسکو با مراد جان کاتب کمیته یونسکو ما رفته بودیم، 2 نفر. در همونجا بحث های زیادی بود، نه همه مثلا 5500 سالگی تاریخی سرعزم را اعتراف کرده نمی شدن. چند روز در صحبت ها گذشت و در نهایت کار آنها به همین چیز باور کردند. ساعت 10 شب بود در پایتخت برزیلیا سرعزم وارد فهرست یادگاری های تاریخی یونسکو شد. ما از خرسندی از چشم ما اشک میریخت وقتی که دیگرها آمده تبریک میکردند. ببینید ما یک کشوری خرد هستیم، لیکن اینقدر تاریخ بزرگ، فرهنگ بزرگ و معرفگری آن پیش از همه سرور بزرگی ملت ما محترم امام علی رحمان بود. ما اینو باید، من به جوانان مراجعت کردنی هستم که انا همین خدمت های سرور دولت، انا همین دستاوردهای مهم را فراموش نکنند، چون که هر قوه های هستند که تاجیکستان رو میخوان ناآرام کنند، مقصدهای دیگر دارند. قوه های هستند که آبادی و آسودگی را نمیخواهند، میخواهند که در جامعه همدیگر نافهمی شود. لیکن ما صلح ما پایدار و استوار است. اکثریت مطلق مردم ما طرفدار همین صلح است، طرفدار سیاست پرزیدنت محترم است و وطن خود را آباد دیدن میخواهد، مشهور بودن میخواهد. بنابراین
این فرهنگ و این خدمت ها رو نسل جوان ما باید هم فراموش نکنند و باید رواج دهند. رواج دادن تنها با واسطه دانش، با واسطه وسعت نظر و وطن دوستی و صلح پروری می شود. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор менамоянд ки дар ҷаҳон пойтахтҳои машҳуру маҳбуб хеле зиёданд, аммо барои мо шаҳри душанбе ҳамчун пойтахти кишвари соҳибистиқлоламон хеле азиз аст. вале борҳо ҳамин сухан аз тарафи мардум садо медиҳад. воқеан душанбе пойтахти азиз аст барои мо ва бахусус имрӯз ки хеле зебо шудааст. мактабҳои олӣ зиёд ҳастанд, донишҷӯҳо зиёд ҳастанд, магистрантҳо, аспирантҳо, докторантҳо, муассисаҳои илмӣ зиёд ҳастанд ки ояндаи илми тоҷик ҳастанд. шоирону нависандагону драматургони ҷавон низ ба камол расида истоданд ки оянда аз байни онҳо мо бовар дорем ки шахсиятҳои бузурги ба арсаи илму фарҳангу адаби ҷаҳонӣ ворид хоҳанд шуд ва мисли устод айнию, устод турсунзодаву, устод улуғзодаву, мисли устод баҳоваддинов, устод осимию дигарҳо. ва бинобар ин воқеан ҳам пойтахт барои мо азиз аст, чунки инҷо маркази камолоти ҳар як шахс аст, маркази амалӣ шудани орзуҳои миллии мо аст. на танҳо барои мо душанбе азиз аст, балки аз бисёр шахсон форсизабонони дигар кишварҳо ҳам шунидем борҳо ки тоҷикистон умеду орзуи онҳост. душанбе низ орзуи умеди онҳост. сулҳи душанбе, зебоии душанбе, пойдории душанбеву тоҷикистон ин бақои миллати тоҷик ва тоҷикони тамоми ҷаҳон аст. бинобар ин гуфтаҳои сарвари давлата мо комилан ҳақ аст ки душанбе барои ҳамаи мо азиз аст. дар ин фазои зебо ва ороми кишвар мехостем шеъре ки дар китоби душанбе қалби тоҷикистон ба нашр расида буд, ҳамон шеърро барои бинандаҳои телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз қироат мекардед. хуб, албатта ҳар кас меҳру муҳаббати худро ба шаҳри худ ба тарзи гуногун иҷро мекунад. мо ҳам баъзан ҳамин табиати душанбеву меҳру муҳаббате ки дорем баъзе бо суханҳои назм ифода мекунем. бинобар ин дар ҳамон китобе ки гуфтед ҳамин шеър ҳам чоп шуда буд. хуб, мехонем барои бинандаҳои азизи телевизион. душанбе чун арӯсу шаҳри зебо шуд, муборак бод. макони андалебон, шаҳри гулҳо шуд, муборак бод. чароғистони он чун рӯз шабҳоро мунаввар кард, хиёбонҳову майдонаш дилоро шуд, муборак бод. ман аз даври ҷавонӣ дил ба он бо меҳр пайвастам, ҷавоншаҳру ҷаҳони орзуҳо шуд, муборак бод. ниҳоли сарву шамшодаш қадди дилдорро монад, ва васфи қоматаш сад шеър иншо шуд, муборак бод. баландиҳои кохаш сарбаландии ватан бошад, ва мисли қулла шӯҳратманди дунё шуд, муборак бод. падар чун бар писар омӯхт дарси меҳру зебоӣ, чӣ хуш арзанда фарзанди тавоно шуд, муборак бод. яъне шаҳри мо воқеан шаҳри зебо, шаҳри гулҳо, шаҳри ишқу орзуҳо шудааст ва ман махсусан ба ҳамаи сокинони шаҳри азиза мо, пойтахта мо, рӯзгори бобарору зиндагии осудаву ором ва комёбиҳо мехоҳам, бахусус барои ҷавонони мо ки хушбахт бошанду
دوستدار شهر عزیز ما باشند. دوشنبه شهر صلح تاجیکستان کشور دریاهای طلایی این همه تشبس‌های رهبریت دولت است که امروز تاجیکستان عزیز ما را در عرصه بین المللی میشناسند و ما جوانان همچون ساکنان شرفمند جمهوری تاجیکستان با روی سرخ و سر بلند می توانیم بگوییم که ما از تاجیکستان هستیم. با شکرگزاری از استقلالیت دولتی، صلح و ثبات، وحدت ملی، آسایشتگی و همبستگی برنامه امروزه را به انجام می رسانیم. تا برنامه‌های دیگر خیر.